خزینه امودریا. گنجینه امودریا از نادرترین گنجینه هایی است که در آن زیورالات طلایی، سکه های گوناگون و هیکلچه ها جای دارند. این گنجینه را به عصرهای 4 تا 3 قبل از میلاد منسوب می دانند. خزینه امودریا در ریزشگاه دریای پنج و وخش که دریای آمو را تشکیل می دهد پیدا شده است. خزینه امودریا رسم و آیین و فرهنگ تاجیکان را معرفی می کند. در زمان امپراتوری هخامنشیان باختر یکی از ساتراپ‌های پیشرفته این امپراتوری بود. بعد از آنی که اسکندر مقدونی دارای 3 هخامنشی را شکست داد، تمام قلمرو هخامنشیان به زیر دست اسکندر گذشت. بعد مرگ اسکندر مقدونی در سال 323 قبل از میلاد، امپیری بزرگ او میان سرلشکرانش به چند قسمت تقسیم گردید. امین است که در گنجینه امودریا سکه های هخامنشی، یونانی، یونان و باختری و کوشانیان دیده می شوند. تخمین می رود که در ترکیب خزینه امودریا از 1.5 تا 5,000 سکه ها جای داشتند. بهترین یادگاری که در این خزینه از دوره هخامنشیان باقی مانده است، این همان فایتون است که سیما و لباس آریایی ها را تجسم می نماید. چنین عقیده وجود دارد که وقت تاجران از این طرف به آن طرف دریای آمو می گذشتند، برای صحت گذشتنشان و سلامت بازگشتنشان به معبد آکس جواهرات نظر می کردند. چنین عقیده هم وجود دارد که جواهرات خزینه امودریا از نظرهای معبد آکس است. در این خزینه زرگری های هستند که زرگری های زمان هخامنشیان را در عصرهای 6 و 5 قبل از میلاد اثبات می نمایند. دستمانه های نیز در این خزینه هستند که در روی آنها عکس شیر است که این سبک باختری را نشان می دهد. از کهن‌ترین یادگاری این خزینه غلاف شمشیر است. خزینه امودریا در سالهای 1877 1878 از طرف دهقانان محلی پیدا شده. آن از طرف تاجران بخارا که به بازار پیشاور می رفتند به نرخ ارزان خریداری می شوند. هنگام گذشتن تاجران از سرزمین های افغانستان از طرف راهزنان افغانی قسمی از این خزینه بزرگ به یغما برده می شود. همان زمان ها که انگلیس ها در هند نفوذ زیاد داشتند، این خزینه به دست آنها می افتد. در نهایت خزینه امودریا در سال 1896 وارد آثارخانه ملی انگلیا می گردد.